این پرونده یکی از غمگین‌ترین پرونده‌های دارکیمه که حاوی شکنجه جنسی کودکان و حیوان آزاری و خیلی چیزای دیگه است. تمام شخصیت‌های برجسته این پرونده خودشون به نوعی قربانی هستن. سلام، من کیمیام و اینجا چنل دارکیمه. من برگشتم تا پرونده جنایی دیگر رو با تمام جزئیات براتون تعریف کنم. این پرونده قراره تمام احساسات و عواطفتون رو درگیر کنه. برای اینکه کاراکترها و شخصیت‌های پرونده رو بیشتر درک کنیم، سعی کنید با توضیحاتی که من میدم قشنگ بشناسیدشون. اما برمیگردیم یه خورده عقب‌تر. 22 ژانویه سال 1980 روزی که اولین شخصیت و مهمترین شخصیت توی این پرونده به دنیا میاد. بچه‌ای که توی این سال به دنیا میاد توی شهر کوچیکی به اسم ساوانای نیویورک متولد میشه. پسری به اسم اریک اسمیت هستش. اریک مادرش تامی بود و پدر ناتنیش تد بود. پدر بیولوژیکیش هم توی همون محلی که اینا زندگی میکردن زندگی میکرد و در واقع اسمش رندی بود. اریک که متولد میشه از قبل یه خواهر داشته که چند سال ازش بزرگتر بوده و اسم خواهرش استیسی هست. اریک اسمیت در واقع این شخصیت یه شخصیت مشکل ساز بود. این وقتی متولد شد از بدو تولد و حتی قبل از تولد یه سری مشکلات داشت که الان بهتون میگم. قبل از اینکه اریک متولد بشه، یعنی در حین بارداری مادرش، تامی با رندی مشکلاتی پیدا میکنن و تصمیم میگیرن که جدا بشن بدون اینکه به این فکر کنن که خب ما یه بچه تو راه داریم. اینا تصمیم میگیرن جدا بشن و توی دادگاه خیلی براشون مشکلاتی پیش میاد. تا همین حد بهتون بگم که رندی معتقد بوده که این بچه که الان تو شکم تامیه بچه من نیست، یعنی اریک بچه رندی نیست. اون اینجوری فکر میکرد. به خاطر همینم دادگاه حکم تست دی ان ای رو میده و میگه که تامی باید تست دی ان ای بده برای اینکه ثابت کنه که اریک بچه رندیه. تامی هم این کار رو انجام میده. تست که میده متوجه میشن که درسته، راست میگفته، حق با تامی بوده و اریک بچه رندیه، اون بهش خیانت نکرده. روند طلاق اینا به خاطر اینکه با هم تفاهم نداشتن یه خورده طولانی میشه و تا طلاق سر بگیره و کاملا جدا بشن تامی یه خورده بیش فعال عمل میکنه و میاد با یه مرد دیگه آشنا میشه به اسم تد. خلاصه آشنا میشه، بعد از طلاق سریع ازدواج میکنن و اریک متولد میشه و همونطور که از اول گفتم استیسی هم بچه رندی بوده و کلا حضانتش میفته با تامی. اینا یه خانواده 4 نفره هستن: تد، تامی که پدر مادر خانوادن، استیسی و اریک. مشکلات اریک از توی شکم مامانش شروع شد. یعنی مامانش دچار یه سری بیماری ها شد، به جز بیماری روحی و درگیر طلاق و این چیزا بیماری های جسمی هم گرفت که یکی از بیماری هاش سر بود. در واقع به خاطر همین بیماریش هم کلی دارو مصرف میکرد که این داروها مستقیما و 100% روی جنین تاثیر میذاشتن و دکترم بهش گفته بود که اینا کاملا روی بچه تاثیر میذارن و بعداً ممکنه خیلی خیلی مشکلات توی جسمش پیش بیاد. ولی خب تامی گوش نمیده و اون داروها رو مصرف میکنه. خلاصه اریک متولد میشه. اریک فیس خاصی داشته، به خاطر همینم بچه‌ها مدام مسخرش میکنن. اون با موهای قرمز و کلی ککمک متولد میشه و علاوه بر اینها بیناییش ضعیفه و وقتی که خیلی 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 کوچیک بوده مجبور به گذاشتن عینک ته استکانی میشه. منظورم اینه که عینکی با ضخامت زیاد برای اینکه بتونه ببینه. مادرش یعنی تامی متوجه میشه که یه چیزی توی اریک درست پیش نمیره. اونم این بود که اریک روند رشدش به شدت نسبت به همسن و سالاش تندتر بود. اون حتی نمیتونه صحبت کنه. اریک در واقع تا سن 3-4 سالگی نمیتونه صحبت کنه یا حتی راه بره. بعد از سن 3-4 سالگی تازه شروع کرده بود به راه رفتن و حرف زدن. به زور میتونست حرف بزنه. وقتی هم حرف میزد درست نمیتونست منظورش رو بیان کنه و به سختی میتونست انجامش بده. خب تامی خودش میدونست که خب تقصیر خودش بوده که بچهش اینجوری شده. البته مشکل خیلی حادی هم نداشت، اما نسبت به بقیه همسن و سالاش یه ذره کندتر بود. خلاصه از اینا گذشته رندی از همون کودکی و وقتی که شروع کرد به صحبت کردن، راه رفتن و کم کم با خانواده‌اش ارتباط گرفت خیلی عصبی بود. یعنی تا یه چیزی میشد به شدت عصبی میشد و سرشو میکوبون توی دیوار. اونقدر عصبی بود و اونقدر لجوج بود که مثلا یه خوراکی رو از مامانش میخواست و مامانش میگفت که نمیتونی اینو الان داشته باشی، نفس خودش رو حبس میکرد و نگه میداشت تا جایی که سیاه میشد و مامانش از ترس اینکه خفه کنه خودشو بهش اون خوراکیه رو میداد. اریک توی همین سنین با رندی آشنا میشه. رندی پدر واقعیش، ولی نمیدونسته که پدر واقعیشه. در واقع رندی تنها مشکلی که داشته اریک بوده. یعنی فقط اریکو نمیخواسته. استیسی رو دوست داشته و ازش حمایت میکرده و براش پدری میکرده. یعنی فکر کنید میومده استیسی رو میبرده بیرون، براش خوراکی میگرفته. کل این خانواده به اریک نگفته بودن که رندی پدر توئه و رندی هم خودش هیچ حس پدرانه‌ای
به اریک نداشت که بخواد بهش محبت کنه و بالاخره این یه جوری بفهمه که پدرش تد نیست. علاوه بر اینا اریک از همون کودکی عاشق آتیش بود. این میاد یه روز ساعت 3 شب از خواب بیدار میشه و یه کپه دستمال کاغذی میگیره دستش، میره گازو روشن میکنه، دستمال کاغذی رو میندازه روی گاز که خودتون میدونید دستمال کاغذی خیلی زود آتیش میگیره و اون دستمال کاغذی رو میندازه روی فرش و آشپزخونه رو آتیش میزنه. خدا رو شکر خودش هیچیش نمیشه و هیچ کدوم از خانواده آسیب نمیبینن، ولی خب متوجه میشن که اریک این کارو کرده. یه تیکه دیگه از مشکلات اریک هم این بود که از سن 4 سالگی تا سن 11 سالگی شروع کرد به تخت خواب خودش رو خیس کردن و اینم خیلی براش ناراحت کننده بود و مدام توی روحیش تاثیر میذاشت، چون خانواده‌اش یه جوری باهاش رفتار نمیکردن که خب آرومش کنن و این چیزیه که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، بیشتر توی سرش میکوبیدن. خلاصه وقتی وارد مدرسه میشه، سن مثلا 7-8 سالگیش به بعد وارد مدرسه میشه، توی مدرسه نمیتونه هیچ دوستی پیدا کنه. اریک سعی میکرد ارتباط بگیره، واقعا بچه‌ای بود که دلش میخواست با بقیه بچه‌ها باشه، اما بقیه بچه‌ها بهش رو نمیدادن. مثلا مسخرهش میکردن به خاطر اینکه ککمک داره یا به خاطر اینکه قدش کوتاهه. خب ما میدونیم که اریک به زور داشت صحبت میکرد و اصلا ممکن بود هیچ وقت به حرف نیاد و همینی هم که داشت الان صحبت میکرد خیلی به خودش فشار آورده بود. به خاطر همین وقتی میرفت با بچه‌ها صحبت کنه از دهنش توف میزد بیرون. خب هر کسی یه لحن صحبت کردنی داره و یه سری چیزا هستش که خب دست خود آدم نیست. به خاطر همین بازم سر این مسخرهش میکردن. سر قدش مسخره میشد، سر اینکه عینکیه مسخره میشد، سر موهای قرمزش مسخره میشد و علاوه بر اینو باید بهتون بگم خب درسته اریک یه ظاهر خاصی نسبت به بقیه آدما داشت، ولی این دلیل نمیشه که مسخره بشه به خاطر ظاهر خاصی که داره. اما من اولین باری که اریکو دیدم، یعنی داشتم راجعش تحقیق میکردم و دیدم که اریک اینه توی این پرونده، خیلی از نظرم کیوت بود. یعنی واقعا دلم میخواست که لپاشو بکشم. خیلی به نظرم گوگولیه. اریک از سمت جامعه، پدر، مادر، خانواده و حتی گاهی از خدا هم میخورد. یعنی یکی از خدا میخورد، یکی از بنده خدا. علاوه بر اینا تو سن 9 سالگی، فقط 9 سالش بود، نمیدونم از کجا چی جوری و پولش رو از کجا می آورد و اصلا ایدهش رو از کجا آورده بود و کی باش این کارو کرده بود، ولی اریک سیگار میکشید. روزی یک پاکت سیگار میکشید، بچه 9 ساله. و این خانواده‌اش میدونستن، همه کسایی که باش دوست بودن میدونستن هیچ کدوم از دوستاش همچین رفتاری نداشتن که سیگار بکشن، ولی اریک این کارو میکرد. اما اریک بیچاره از همون سن کودکی داشت از همه میخورد. اون وقتی توی مدرسه بود فقط یه گوشه مینشست و گریه میکرد، اونقدر که اذیتش میکردن ککمکی صداش میزدن و گوشاشو که از حالت نرمال پایین تر بود مسخره میکردن. تنها انتظاری که اریک از این دنیا داشت این بود که باش مثل یه آدم عادی برخورد کنن، بهش اهمیت بدن، موقع بازی صداش بزنن. اونقدر اطرافیان و دوستاش به طور ظالمانه خوردش کرده بودن که اون از خودش متنفر بود. هیچ وقت جلوی آینه نمیرفت، هیچ وقت عکس نمینداخت و توی عکسایی که توی مدرسه مجبورش میکردن که بندازه، روشو اون طرف میکرد یا سرشو مینداخت پایین. اگه عکساشو نگاه کنید مشخصه که اریک به تمام دنیا خیلی سرد نگاه میکنه، اصلا یه نگاه خیلی سرد و بیروحی داره. اما میدونید واقعا کجا دلم به حال اریک سوخت؟ اون یه روز توی مدرسه بود. نمیدونم تا حالا این حسو تجربه کردید که توی مدرسه اذیتتون کنن یا احساس کنید تنهایید. اون یه روز توی مدرسه است و نشسته و طبق معمول داشت گریه میکرد و تنها بود. چند تا از دختر پسرای مدرسه میرن دورشو میگن اریکو ببینید، عینکشو نگاه کنید و کلی مسخرهش میکنن دیگه. حتی به لباساش هم گیر میدادن چون خب خانواده‌اش اونقدر براش هزینه نمیکردن. اریک هم یه گوشه نشسته و فکر کنید این قضیه واسه یه آدم بزرگم واقعا غیر قابل هضمه و این بچه داشت توی سن خیلی کم اینقدر فشار روحی رو تحمل میکرد. بچه‌ها کلی مسخرهش میکنن و الان نمیخوایم راجع به مسخره کردن صحبت کنیم، الان میخوایم راجع به چیز بدتر صحبت کنیم. یکی از بچه‌ها نمیدونم از کجا ولی میدونسته که تد پدر واقعی اریک نیست و میدونید چی کار میکنه؟ میگه که بچه‌ها همه بیاید جمع شید، میخوام یه حقیقتی رو راجع به اریک بهتون بگم. اریک هم فقط نشسته بود و سرشو انداخته بود پایین. وای خیلی بده، افتضاحه. همه بچه‌ها جمع میشن و خیلی خوشحال از اینکه وای ببینید اریک چیکار کرده، چی شده. برمیگرده به همه بچه‌ها میگه که این جوجه زشتی که دارید اینجا میبینید، این حقیر، و کلی بهش فوش میده. اول میگه این آقا فکر میکنه که تد پدرشه، تد پدرش نیست. اریک از سمت پدرش طرد شده و پدرشون رو رها کرده، مامانش رو طلاق داده و الان این بدبخت فکر میکنه که تد پدرشه. این واقعا منی که دارم اینو تعریف میکنم اصلا نمیدونم چی راجبش بگم، خیلی بد بود. خلاصه همینقدر بدونید که اریک اون روز قلبش مچاله شد، یعنی رسما
نابود شد. اون منتظر موند که تایم مدرسه تموم شه. بدو رفت خونه و به مامانش گفت مامان یه سوال ازت بپرسم. بچهای مدرسه به من گفتن که تد پدر من نیست. من تدو خیلی دوست دارم، مگه میشه اون پدر من نباشه؟ اینم بهتون میگم که تد هیچ محبتی بهش نمی‌کرد، فقط اریک چون فکر می‌کرد پدرشه خب دوستش داشت. مامانش هم بهش میگه خب آره چه فرقی میکنه حالا به حال تو که کی پدرته. خلاصه اریک با این موضوع به بدترین شکل ممکن روبرو میشه و میره پیش تد و بهش میگه که تو پدر من نیستی. تد هم بهش میگه که نه. میدونی پدرت کیه؟ میگه رندی پدر تو استیسیه و میاد استیسی رو میبره این ور اون ور، ولی تو رو نمیبره چون تو رو نمیخواد. نمیدونم چرا ولی تو رو نمیخواد. از اون طرف رندی هم متوجه میشه که اریک فهمیده. واقعا آدم دلش به حال یه غریبه هم میسوزه توی این شرایط. نمیدونم رندی چی جور آدمی بود که با این موضوع کنار اومد که اریک فهمیده و رفتارش با اریک هیچ تغییری نکرد و حتی از قبل‌تر هم سرد شد. یعنی دقیقاً همون لحظه هم میومد خونه و استیسی رو میبرد باش خوشوبش میکرد و براش خوراکی میآورد، ولی به اریک هیچ اهمیتی نمیداد. بزرگ شدن اریک به شدت کند بود از لحاظ جسمانی، ولی از لحاظ عقلانی و کلا سرنوشتش و اتفاقاتی که براش میافتاد دقیقاً مثل یه پیرمرد شده بود. یعنی روحش رسما پیر شده بود. گذشته از تمام اینا بچه‌ها وقتی که داشت بزرگتر میشد بیشتر خانواده‌اش نسبت بهش تنفر داشتن، مخصوصا تد مدام کتکش میزد، از لحاظ روحی و جسمی آزارش میداد، مدام اینکه پدرش اونو نمیخواد و تو سرش میزد و مدام بیشتر درد و بدبختیاشو تو روش میکوبید. اما بیاید خورده بیشتر بریم تو عمق این خانواده و رازهای تاریکشون رو هم فاش کنیم که فقط اریک نبود که توی این خانواده اذیت میشد. قضیه برمیگرده به استیسی. یه روز استیسی که 16 سالش میشه میره پیش مامانش و میگه که باید امشب یه مهمونی بگیری. اونا اون شب یه مهمونی میگیرن و همه رو دعوت میکنن، هم خانواده تد و هم خانواده تامی، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگاشون رو دعوت میکنن. توی این مهمونی استیسی میاد جلوی همه میگه که یه دقیقه به من گوش بدید، میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. اون میگه که از سن 11 سالگی تا سن 14 سالگی تد بهش تجاوز کرده و اونو اذیت کرده. و اما فکر میکنید تد چیکار میکنه؟ تد بلند میشه و میگه اینا همش دروغه، تو داری دروغ میگی و خیلی عصبانی میشه و سعی میکنه استیسی رو بزنه. علاوه بر اینا از اون شب که میگذره روز بعد میرسه و خانواده باید راجع به این موضوع صحبت کنن. میشنن راجع به این موضوع صحبت میکنن و فکر میکنید تد چیکار میکنه؟ تد برمیگرده میگه استیسی داره دروغ میگه، داره به من تهمت میزنه. میدونی چرا؟ چون من فقط یه بار اون کارو کردم، اصلا 11 سالگی تا 14 سالگی نبوده. یعنی این مرد فکر میکرد اگه یه بار این کارو کرده باشی و بگی فقط یه بار کردم، بقیه میگن آها یه بار، چرا خودتو ناراحت میکنی واسه یه بار؟ توی این مرحله از زندگی تامی به عنوان یه مادر نمونه پا میشه میره پیش روانپزشک و میگه همچین مشکلاتی توی زندگیش داره. روانپزشک بهش میگه که ببین بین دخترت استیسی و همسرت تد باید یه نفر رو انتخاب کنی، چون این دوتا کنار هم بودنشون و زندگی کردنشون جایز نیست. وقتی دخترت همچین چیزی گفته 100% راست میگفته و مریض که نیست بیاد همچین کاری با خودش و پدرش و خانواده‌اش بکنه. خلاصه این روانپزشک بهش میگه که جدا شو، یا اینکه استیسی رو بفرست پیش پدرش و کلا تو ترکش کن، دیگه باش رفت آمد نکن. فکر میکنی تامی چی کار میکنه؟ از بین استیسی و تد استیسی رو انتخاب نمیکنه، اونو میفرسته پیش پدرش و قطع رابطه میکنن. تا اینجای پرونده ما راجع به مشکلات خانوادگی صحبت کردیم. از اینجا به بعد پرونده به عمقش بیشتر نزدیک میشه و اون عمقش و اون پاییناش به شدت ناراحت کننده و دلخراشه. پس حواستون باشه ما الان میخوایم راجع به موضوعی صحبت کنیم که خیلی دارک و غم انگیزه. تاریخی که یه اتفاق خیلی غم انگیز و دردناک و توی خودش جا داده. سال 1993 درست وقتی که اریک 13 سالشه. یادم رفت بهتون بگم که در واقع اریک عاشق آزار دادن حیوونا بود. این عشقش از کجا نشأت گرفته بود؟ بذارید بهتون بگم قبل از اینکه از اریک متنفر بشید. بچه‌ها ببینید وقتی یه بچه چون یه بچه هنوز هیچی از زندگی نمیدونه و کشش یه سری چیزا رو نداره. اتفاقایی که برای اریک افتاد بچه‌ها واقعا دارم میگم روی آدم بالغ هم تاثیر میذاره. یعنی روی مرد 30 ساله دنیا دیده هم تاثیر میذاره. اریک تمام اون اتفاقات رو با گوشت و پوست و استخون حس کرده بود و شما فقط راجبش شنیدید و تو زندگیش نبودید که ببینید چقدر بدبختی کشیده. پس نمیتونیم درکش کنیم. با وجود اینکه همیشه خدا قربانی این روزگار و تمام آدماش بود، دلش میخواست یکی یه بار قربانیش بشه. دلش میخواست اون یه بار از یکی عصبانی بشه و عصبانیتش رو سرش خورد کنه. و فکر میکنید زورش به کی میرسید؟ 100% حیوونا. آدمایی که توی بچگیشون اینقدر زجر کشیدن، تنها قربانی که برای خودشون پیدا میکنن حیواناست. همسایه خونه تد
یه پیشی کوچولو به اسم لوسی دارن. لوسی به خاطر اینکه از وقتی خیلی کوچیک بوده مامانش فوت میکنه، همسایه‌ها که میبینن یه پیشی چند تا توله به دنیا آورده از لوسی حمایت میکنن، از بقیه بچه‌هاش هم حمایت میکنن، اما لوسی براشون یه جور دیگه بوده. گربه‌ها هر کدوم، کلا حیونا اینطورین، واقعا هر کدوم یه شخصیتی دارن و یه اخلاقی دارن. لوسی کلا خیلی اجتماعی بوده، گربه‌ای بوده که دلش می‌خواسته با آدما ارتباط برقرار کنه. همه همسایه‌ها لوسی رو میشناختن و خیلی دوستش داشتن. علاوه بر اینا بچه‌ها هم خیلی باش بازی می‌کردن. یه روز یکی از این بچه‌ها که اسمش اریک پرونده است میره پیش لوسی، رو سرش دست میکشه، نوازشش میکنه و داره فکر میکنه خب چه بلایی میتونم سر لوسی بیارم. اعتماد لوسی رو جذب میکنه و لوسی رو میگیره بغلش، میبرش روی حیاط خلوت خودشون. یکی از همسایه‌ها توی این لحظه اریک رو میبینه و با خودش میگه که آخه چه عجب. اریک اونو میبره حیاط پشتی و این همسایه دیگه نمیتونه ببینتش، فکر میکنه برده بهش غذا بده. میبرش تو حیاط پشتی و یه دونه گیره فلزی، نمیدونم از گیره فلزی که توی پرونده ذکر شده بود منظورشون دقیقاً چیه، این گیره فلزی رو میبنده دور گردن لوسی و آروم آروم فشارش میده. کم کم لوسی اونقدر دست و پا میزنه که حدوداً چند دقیقه طول میکشه که جونشو از دست بده و آخر سرم بر اثر خفگی جونشو از دست میده و میمیره. این همسایه بعد از چند دقیقه که هنوز پشت پنجره ایستاده میبینه که لوسی به نظر خیلی شلوول‌تر از همیشه میاد. یه جوری که همسایه یه ذره بهش نگاه کرد متوجه شد که لوسی مرده و الان روی دسته اریکه. اریک رفت لوسی و کلا برد یه جای دیگه و چالش کرد و این اولین جنایتی بود که اریک انجام داد. اریک مدام با تد صحبت میکنه و بهش میگه که خیلی دلش میخواست که یکی رو به قتل برسونه. اون حتی معلمش رو هم تهدید به مرگ کرده بود و گفته بود که اگه بخوام میتونم تو رو بکشم. اریک همینطوری که بزرگتر میشد مدام داشت علامت قرمز نشون میداد که به من کمک کنید، من در حال فروپاشیم. اما توی این موقع ها آدم باید یه رفیق یا خانواده‌ای داشته باشی که دستتو بگیره و بهت کمک کنه. اما اریک رفیق که هیچی، از اون رفیق و بیخیال شید. خانواده‌اش هم مدام توی سرش میزدن و هیچ کس نبود که به این بچه کمک کنه. بچه‌ها اریک تنها چیزی که از زندگی می‌خواست یه ذره محبت و دوست داشته شدن بود. اما اینجای پرونده هر چقدر که از بدیای زندگی اریک بهتون گفتم و یه لحظه بذارید کنار. اینجای پرونده می‌خوایم با یه شخصیت جدید آشنا بشیم که نقطه مقابل اریک هستش. 2 اکتبر سال 1988 توی ساوانای نیویورک یه بچه به اسم دریک به دنیا میاد. پدر مادرش دیل و دورا بودن و یه برادر دیگه که 18 ماهش بود هم داشت. این بچه که گفتم اریک بود الان 4 سالشه. یه بچه خیلی پر انرژی، خیلی اجتماعی که توی همون محله اریک داشت زندگی میکرد. یعنی به فاصله چند تا خونه یه دنیا فاصله بین اینا بود در واقع. این بچه عاشق حیوونا بود، عاشق کیک بود. دریک عاشق حیوونا بود، مخصوصا کرم خاکی. اون توت فرنگی خیلی دوست داشت و آخر هفته ها بدون استثنا با خانواده‌شون میرفتن ماهیگیری و ماهی میگرفت. Keep reeling. I got him. Derek's first big fish. Yay! دریک حتی توی محله هم خیلی دوست داشتنی بود. اون وقتی دستش تو دست مامانش بود و معمولا میرفتن پارک، با تمام محله و پارک سلام میکرد. یعنی گفته شده دریک وقتی با مامانش میرفته بیرون، دریک فقط 4 سالش بود، وقتی با مامانش میرفته بیرون یه جوری که انگار رئیس جمهور اومده بیرون دستشو بلند میکرد و اینطوری به همه سلام میداد. همه محله هم به واسطه شیرینکاریاش اونو میشناختن و همیشه وقتی میدیدنش بهش خوراکی میدادن و نازش میکردن. زندگی 4 ساله دریک خیلی از زندگی 13 ساله اریک پرمعناتر بود. الان میرسیم به دوشنبه 2 آگوست سال 1993. توی این تاریخ یک کمپ تابستونی توی ساوانا برگزار میشه و دریک عاشق این کمپه. دریک کلا آدمی بود که یعنی بچه‌ای بود که به خاطر اینکه خانواده‌اش خب خیلی بهش اهمیت میدادن و همه جا میبردنش، خیلی از این تجمع خوشش میومد چون اونجا کلی دوست پیدا میکرد و با خانواده‌اش عشق و حال میکرد و بازی میکرد. این کمپ یه بازی به اسم بازی تیبال داشتن که دریک عاشق این بازیه بود. توی همین بین که این کمپ تابستونی مستقر میشه و بازی تیبال استارت میخوره، دالتون که برادر دریک بود، گفتم 18 ماهه بود، شروع کرده بود به دندون در آوردن و خیلی درد داشت. نمیدونم تا چه حد با این قضیه آشنا هستید، اما بچه‌ها وقتی میخوان دندون در بیارن معمولا فکر کنم تب میکنن، خیلی گریه میکنن و بیقراری میکنن چون دردشون میاد. دالتون برادر دریک هم دقیقاً توی این بازه از زمان بود و همزمان هم این کمپ مستقر شده بود و پدر مادر دریک و دالتون خب نمیتونستن خیلی دیگه به دریک اهمیت بدن. بهش اهمیت میدادن اما نمیتونستن به همه خواسته
باهاش مثل قبلا عمل کنن. دریک هم گیر داده بود که شما حتما باید من ببرید بازی تیبال و خودتونم با هم بازی کنید. اینا هم نمیتونستن، خب درگیر بچه بودن، مخصوصا توی یه روز یکشنبه که همون روز صبح هم دالتون کل دنیا رو سرش ریخته بود و خیلی درد داشت و داشت همش گریه میکرد. ساعت 9 تا 10 صبح بود. دریک از خواب بیدار شد و گفتش که مامان امروز روز بازی تیباله و من میخوام برم اون بازی. مامانش هم که از 6 صبح که بیدار شده بود درگیر دالتون بود و هنوزم داشت گریه میکرد خیلی عصبی بود. گفتش که دریک تو رو خدا امروز بس کن، بذار دالتون خوب بشه، یه کاریش میکنیم. این بازی تیبال دقیقاً توی یه پارکی برگزار میشد و کلا کمپ تابستونی اونجا بود که همه بچه‌های اون هومه میرفتن اونجا میموندن. دقیقاً این خیابون رو که میبینید امتداد همین خیابون بود و بارها دریک با خانواده‌اش رفته بودن این پارک. دریک الان خیلی داشت اصرار میکرد، هی میگفت تو رو خدا بذار خودم برم و همش پاشو میکوبید زمین و از طرفی دیگه هم دالتون مدام داشت گریه میکرد. یعنی خونه یه جوری شده بود که غیر قابل تحمل بود. اونجا هم فقط یه بلوک فاصله داشت. اونقدر رو مخ مامانش کار کرد و اونقدر رفت اذیتشون کرد و دالتون هم از اونور داشت جیغ میکشید که مامانش گفت اوکی برو، حواست باشه، زود برگرد. و میدونی در واقع دورا خیلی استرس داشت، چیکار کنه دیگه، اینقدر اذیتش کرد که آخرش بهش اجازه داد. مامان دریک با خودش فکر کرد که خب همه دریکو میشناسن، محله کوچیکیه، همه میشناسن، آدم بعدم تو محله نداریم، کی میخواد توی این 5 دقیقه دریکو پیدا کنه اذیتش کنه. علاوه بر اینا اون 100 باری مسیر رو اومده و رفته و مسیر رو بلده. اون ظرف غذا رو براش آماده میکنه به همراه یه دستمال، یه قوطی کولید بهش میده و راهیش میکنه. کولید در واقع یه آب میوه‌ایه که حالت پودریه و سرشار از ویتامین سیه. خلاصه دریک تک و تنها در حالتی که ظرف غذاشو گذاشته بود زیر بغلش و اینجوری داشت راه میرفت تون برای اینکه کسی اذیتش نکنه و مدام به خودش تکرار میکرد که با غریبه‌ها حرف نزن. اریک هم همون روز تصمیم میگیره که چطوره برم اون کمپو یه ذره اذیت کنم، یه ذره کرم بریزم. دوچرخه‌شو برمی‌داره و پا میشه میره. دقیقاً در امتداد همون پارک که کمپ بوده این داشت دوچرخه سواری میکرده که یه بچه‌ایو میبینه با موهای بور گوگولی، ظرف غذاشو زده زیر بغلشو، داره بدو میره سمت پارک. و میره نزدیکش و میگه هی چطوری، اسمت چیه؟ و میبینه که دریک جواب نمیده. بعد نگاش میکنه و خیلی استرس‌تر میشه و تندتر راه میره، چون مامانش بهش گفته بوده که با غریبه‌ها صحبت نکن. و میدونید درست این 13 سالش بود و مثل این بچه بود، اما بازم یه غریبه بزرگسال حساب میشد. اریک گیر داده بود به اینکه اسمتو بگو، چرا اسمتو نمیگی، اسمت چیه، خونتون کجاست، چند سالته؟ و اینم هیچی نمیگفت و همش داشت عصبی تر میشد و استرسی تر میشد که اگه مامانم بفهمه من با یه غریبه صحبت کردم منو دعوا میکنه. خلاصه اینا داشتن میرفتن و اریک بهش گفتش که با این عجله داری کجا میری، نکنه داری میری کمپ تابستونی؟ و اونم بهش میگه که آره، چشاش اصلا اسم کمپ تابستونی میاد چشای این برق میزنه. بهش میگه که آره دارم میرم اونجا، خیلی عجله دارم. و اریک بهش میگه خب میدونی چیه، من تو رو میرسونم. اون بهش میگه که نمیخوام تو منو برسونی، من دارم خودم میرم اگه مزاحمم نشی. دوباره اصرار میکنه اریک و میگه که خب اوکی من تو رو نمیرسونم، فقط یه راه میونبر بهت نشون میدم که خیلی زودتر میرسی و اینجوری مامانت هم از دستت عصبانی نمیشه. دریک بازم مخالفت میکنه و اریک بازم بهش گیر میده و میگه که ببین منم میخوام امروز برم تیبال بازی کنم و خیلی زودتر میرسیم چون الان بازی بچه‌ها شروع شده. همینو که میگه دریک باش راه افتاد و رفتن به اون مثلا میونبر. اریک اونو بردش توی یه جنگل. بچه اونجا یه جنگل وجود داشت که پوشش گیاهی خیلی زیادی داشت، به خاطر اینکه وقتی وارد جنگل میشدی دیگه اصلا بیرون جنگل مشخص نبود و یه جوری بود که هر کار خلافی می‌خواستی اونجا میتونستی انجام بدی. اونا همینطوری که یه ذره وارد جنگل میشن، اریک شروع میکنه اذیت کردن دریک. گردنشو میگیره و فشار میده. دریک سعی میکنه از خودش مواظبت کنه، بهش لگد میزنه و هولش میده. دریک موفق میشه که خودش رو از دستش نجات بده، اما اریک بیخیال نمیشه. دوباره گلوشو میگیره و فشار میده. بعد از 30 ثانیه دریک روی زمین میفته و تقریبا بیحال بود، یه جوری که دیگه نمیتونست بلند بشه. اون بلافاصله پا میشه، ظرف غذاشو میریزه رو زمین و یه دونه دستمال از توش در میاره. اون دستمالو فرو میکنه تو دهن دریک. اون الان دیگه کامل راه تنفسیشو بسته بود و یه ذره دیگه که گلوشو فشار داد، دریک جونشو از دست داد. بعد از اینکه متوجه شد که دریک دیگه تکون نمیخوره، یه دونه سنگ محکم برداشت و 3 بار تو سرش زد. بعد از اینکه 3 بار این کارو انجام داد، سنگو انداخت دور و دنبال یه سنگ محکم‌تر گشت. یه سنگ خیلی بزرگ به وزن 26 پوند برداشت. این سنگو از بالا رها کرد و انداخت روی دریک، یعنی کامل
کاملا بدنش رو خورد کرد. اما میدونید بدترش چیه؟ اینه که اون یه چوب از توی جنگل برمیداره، یه چوب خیلی ضخیم. شلوار دریکو از پاش در میاره و با اون چوب به دریک تعرض میکنه. اینا کارایین که یه بچه 13 ساله داره با یه بچه‌ای که فقط 4 سالشه و 2 ماه مونده که 5 ساله بشه میکنه. یعنی 2 ماه دیگه تولد دریک بود، اما اون الان توی این شرایط تک و تنها بدون دفاع افتاده بود. بچه‌ها، اریک بعد از اینکه اون چوبو بارها فرو کرد توی بدن دریک، اون چوبو دیگه در نیاورد و همون جوری رهاش کرد. اون کفشای دریکو از پاش در آورد و توی دستاش فرو کرد و نمیدونم چرا داشت همچین کاری میکرد، اما همه اینا عقده‌هایی بود که از بعد تولدش تو دلش داشت و الان داشت سر یه بچه دیگه خالی میکرد. اما میدونید در مرحله آخر اریک چیکار کرد؟ اریک رفت سر ظرف غذا، دید یه نوشیدنی توش مونده. اون نوشیدنی رو گرفت، چند قالب ازش خورد و بقیه نوشیدنی رو ریخت روی جسد دریک. چرا این کارو کرد و نمیدونم، اما فقط دلش میخواست که عقده‌های زندگیش خالی بشه. اون چند بار دیگه روی اون چوب که توی بدن دریک بود بپر کرد و اصلا واقعا افتضاح بود این کاراش و چند بارم روی جسدش پرید. جسد دریک پر زخم بود، ظرف غذاش کنارش افتاده بود و مدام داشت کل بدنش خون ریزی میکرد. اریک از توی ظرف غذای دریک یه دونه موز هم برداشت و شروع کرد به خوردن موز. وقتی موز تموم شد، جسد دریک رو با خودش برد به اعماق جنگل، جایی که مثلا کسی نبینش. یه خورده رو سرش ایستاد و رفت، سوار دوچرخه شد و رفت خونه. کم کم داشت بارون میگرفت، یعنی نیم ساعت بعد از این اتفاق شروع کرد به باریدن هوا. اونایی که توی کمپ بودن و رهبر اون کمپ به همه بچه‌ها گفتش که باید به خانواده هاتون خبر بدم که بیان شما رو ببرن. خلاصه اون کمپ خالی شد و مادر دریک پشت پنجره داشت نگاه میکرد که همه بچه‌ها با زنبیلا و غذاهاشون دارن برمیگردن خونه. تمام ترس مادر دریک این بود که نکنه دریک دیرتر بیاد خونه و منو سکته بده، چون میدونید اولین باری بود که دریکو داشت تنها میفرستاد بیرون و واقعا پشیمون شده بود از کاری که کرده. اما چیکار کنه، دالتون هنوز بغلش بود و داشت گریه میکرد. ساعت حدودا 11-12 بود که همه بچه‌ها اومدن خونه و دیگه خیابون خالی شد. قشنگ واضح بود که دیگه تموم شده، همه بچه‌ها رفتن خونه‌شون و مادر دریک دید که هنوز دریک بر نگشته. اون توی یه مصاحبه گفتش که وقتی دیدم خونه خالیه و داشتم از پشت پنجره به بیرون نگاه می‌کردم، با خودم گفتم که خدایا فقط یه بار دیگه به من فرصت بده که بچه‌مو ببینم، من غلط بکنم دیگه تنهایی بفرستمش بیرون. اون گفتش که پشت پنجره پام سست شده و انگار کلی آب یخ ریختن رو سرم و فقط داشتم دعا می‌کردم که دریک سالم برگرده خونه. یعنی باید فقط مادر باشی که اون احساس وحشتناک رو درک کنی. خلاصه سریع به پلیس خبر میده و میگه همچین اتفاقی افتاده. نیروهای پلیس بلافاصله با گروههای تجسس میان اونجا. در همسایه هم وقتی میفهمن همچین اتفاقی افتاده، خب میدونید که دریکو خیلی دوست داشتن، سریع شروع میکنن اونجا رو میگردن و از بچه‌هاشون میپرسن که آیا دریکو دیدید که بیاد کمپ یا نه. اما بچه‌ها هیچ کس دریکو ندیده بود. همونطور که بهتون گفتم اریک و دریک خونه‌هاشون نزدیک هم بود دیگه، همشون توی یه امتداد توی یه خیابون زندگی میکردن. این قضیه به گوش خانواده اریک و خود اریک هم میرسه. همه میان توی محله جمع میشن و شروع میکنن به گشتن و تا ساعت 3 هیچی پیدا نمیشه. ساعت 3 به بعد که دیگه نیروهای تجسس تا توی جنگلم رفته بودن، اونا رفتن اونجا و دیدن که درسته، دریک 4 ساله توی اون وضعیت وحشتناک افتاده روی زمین، ظرف غذاش کنارشه، کلی خون از دست داد و حتی یه چوبم گیر کرده توی بدنش. بلافاصله بعد از اینکه سنگا رو از رو بدنش برداشتن و اون شرایط خیلی وحشتناک رو درست کردن، نیروهای پلیس با خودشون اینطوری فکر کردن که این 100% یه قتل. خب اما کی این کارو انجام داده؟ البته اینم بهتون بگم که کسی که اونو پیدا کرد نیروی تجسس بود و مردم نتونستن پیداش کنن، مردم فقط داشتن توی خیابون و این ور اون ور رو میگشتن. خلاصه اینو پیدا کردن و به پدر مادرش خبر دادن. اینا حالشون ببین توصیف شدنی نبود. خلاصه اینا متوجه شدن که همچین اتفاقی برای بچه‌شون افتاده و اولین حدسی که پلیس میزد این بود که یه پدوفیل همچین کاری کرده باشه. بنابراین اونا میان چیکار میکنن؟ توی سیستم تمام کسایی که پدوفیل بودن، سابقه تجاوز داشتن، زندانی بودن، قاتل بودن و مربوط به اون محل و اون شهر بودن رو چک میکنن و میدونید تحقیقات اینجا به بنبست میرسه، چون تمام کسایی که ثبت شده بودن توی سیستم همه زندان بودن یا آزاد شده بودن ولی توی اون شهر نبودن. بنابراین پلیس فکر میکرد که این کار یه بزرگسالیه که مثلا متجاوزه یا پدوفیله. بنابراین پلیس حتی 1% هم فکر نمیکردن که این کاری بچه باشه، یعنی اصلا
همچین فکری نمی‌کردن. خب پلیس وقتی میفهمن که در واقع دریک داشته کجا میرفته و بچه‌های کمپ میشناختنش، همه بچه‌های کمپ و کسایی که اون دور و بر بودن رو جمع میکنن، یعنی کل افراد اون محله رو، که اریک خودش هم بین این بچه‌ها بوده. اریک با ذوق و شوق، یعنی با خوشحالی، پا میشه از توی جمع میگه که من دریکو دیدم، اون داشته میرفته کمپ تابستونی. هیچ کدوم از بچه‌هایی که توی کمپ تابستونی بودن دریکو ندیده بودن به جز اریک. خب پلیس هم وقتی متوجه شد که یکی هست که دریکو دیده، ازش سوال پرسیدن. کل اون بچه‌ها که هیچی ندیده بودن، پس اونا دفترشون بسته میشه و قضیه و ذره‌بین میاد روی خود اریک. و کسی هم که این کارو میکنه خودشه، یعنی خودش میگه که من دیدمش. میگه که اون روز من داشتم با دوچرخه رد میشدم و دریکو دیدم در حالتی که ظرف غذاش بغلش بوده و داشته میرفته سمت کمپ تابستونی. اون گفتش که من این سر خیابون بودم و دریک اون سر خیابون بوده، ولی خب شناختمش و دیدمش. پلیس از اریک میپرسن که خب میشه بهمون توضیح بدی که چه لباسی تنش بوده؟ اینو که از اریک میپرسن، اریک یه ذره منومن میکنه، میگه که راستشو بخواید من ندیدم، نمیدونم، من خیلی از دور دیدم و اینکه من عینک نداشتم و دقیقاً ندیدم که چی تنشه، اما خب همین چند دقیقه پیش گفته بود من دیدمش، ظرف غذاش باش بوده، داشته میرفته سمت کمپ تابستونی. پلیس همینطوری که داشت به صورت اریک نگاه میکرد متوجه این شد که این بچه چقدر عینکش ضخیمه و میدونید همون لحظه اریک داشت میگفت که من خودش و صورتش رو دیدم، لباسش رو ندیدم. و پلیس متوجه شد که این بچه اگه این عینکو دراره دیگه جلوی پاش هم نمیتونه ببینه. پس چجوری میگه که من دریکو از اون سر خیابون دیدم که ظرف غذاشم باش بوده اما لباسش رو ندیدم؟ پلیس به این قضیه خیلی شک میکنن، بنابراین از اریک میخوان که اون صحنه رو بدون عینک بازسازی کنه. یه نکته رو الان بهتون عرض کنم، پلیس اصلا و ابدا به اریک شک نمیکنه ها. این که میگم مشکوک میشه، مشکوکن که شاید این بچه یه چیزی دیده که الان میترسه بگه، یعنی فکر میکنن شاید اون شخصی که این کارو کرده اریک داشته میدیدتشون و اون شخص اریکو تهدید کرده باشه، در همین حد شک میکردن. اینا رفتن و دقیقاً توی همون محل داشتن صحنه رو بازسازی میکردن و عینک اریکو ازش گرفتن. اریک هم خب میدونست که نمیتونه که اصلا رانندگی کنه و 2 قدم دیگه بره جلو، ولی خب ناچارن قبول کرد و عینکشو در آورد. همونطور که میبینید اریک یه دونه کلاه سرشه که میخواد صحنه رو برای پلیس بازسازی کنه. اریک چند قدم میره و میخوره زمین، نمیتونه ادامه بده. پلیس ازش میخواد که از دوچرخه بیاد پایین و یه خورده آب میوه بخوره و حالش جا بیاد. میدونید این آب میوه چی بوده؟ پولید، دقیقاً از همون آب میوه پودری که توی ظرف غذای دریک هم بود. این آب میوه رو که میبینه یه ذره نگاش میکنه، یه قلوپ ازش که میخوره میریزش رو زمین یه جوری که انگار هول میشه. یکی از افسرهای پلیس که کنارش بوده متوجه این قضیه میشه، هیچی نمیگه دیگه، با خودش میگه که چرا این بچه اینقدر عجیب غریب رفتار میکنه. خلاصه نیروهای پلیس دوباره میان جلو، بهش میگن ببین ازت خواهش میکنیم اگه چیزی میدونی به ما بگو که چی تنش بود، دقیقاً کجا میرفت، آیا اون با کسی صحبت کرد یا نه. اریک توی این لحظه به شدت عصبانی میشه و شروع میکنه مشت زدن به در و دیوار و به زمین و سرش رو میکوبونه تو زمین. پلیس که این صحنه رو میبینن و متوجه میشن که خب یه ذره نرمال نیست، یعنی هر کسی که یه ذره با اریک صحبت میکرد متوجه میشد که خیلی نرمال نیست. اریک برمیگرده میگه خیلی عصبانیم کردید، مدام منو تحت فشار دارید قرار میدید، مدام به من میگید که تو قاتلی و فکر میکنید من آدمی هستم که یه بچه رو بکشم. پلیس هم با خودشون میگن که اوکی آقا ما به این بچه خیلی فشار آوردیم و بذاریم یه ذره با خودش فکر کنه و تنها باشه و دیگه ولشون کنیم کلا خانواده‌شون. خلاصه بعد از این اتفاق اریک برمیگرده خونه‌شون. اریک دیگه کاملا این قضیه رو فراموش میکنه و یه روز میره خونه جیسون 15 سالشه و رفیق اریک. رفیق که میگم به این معنیه که همسایه‌شون رو باشی ارتباطی داره، یعنی تنها رفیقیه که اریک داشته و هیچ رفتاری شبیه اریک نداشته. اریک تصمیم میگیره شب رو خونه جیسون بمونه. اونا توی اتاق خواب جیسون خوابیده بودن و ساعت 3 صبح اریک بیدار میشه، یه سیگار روشن میکنه و شروع میکنه به کشیدنش. بعد از اینکه سیگارش تموم میشه و میخواد خاموشش کنه، روی بینی جیسون اینو خاموش میکنه. جیسون هم خواب بوده. از خواب میپره و تا وقتی میپره بعد از چند دقیقه نوک دماغش تاول میزنه. خب شاید فکر کنید که این یه شوخی خرکیه که بین پسرا یا کلا بین آدما هست دیگه، ولی اینطور نبود بچه‌ها. بیایید عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم. اریک از عذاب دادن بقیه خوشش میومد، کلا لذت میبرد که کسی اذیت بشه، درد بکشه. روزای اریک داشتن همینجوری میگذشتن و بعد از یه مدت پرونده کلا حل نشده مونده بود و خانواده دریک داشتن زجر میکشیدن و نمیدونستن که قاتل کیه و کلی سوال تو ذهنشون جواب داده نشده مونده بود. اریک مثل منوال همیشه داشت زندگیشو میکرده و یه روز که تو خونه بوده، تامی مادر اریک که احساس کرده بود پسرش یه خورده
مشکوکه با خودش فکر کرد نکنه اریک چیزی دیده باشه که به پلیس نگفته یا ترسیده یا مشکلی پیش اومده باشه که نتونه در میون بذاره راجع به این قضیه. خب به خاطر اینکه اون دریکو میشناخت، مامانش رو میشناخت و خب براش خیلی دردآور بود، دلش میخواست که این قضیه حل شه و تموم شه. اون که نمیدونست که دریک کسی بوده که همچین بلایی سر اون خانواده آورده. خلاصه میاد به پلیس زنگ میزنه و از پلیس میخواد که یه بار دیگه با پسرش صحبت کنن. اون میگه که پسر من خیلی بچه است و خب یه ذره روش فشار اومده و احساس میکنم که شاید یه چیزایی بدونه و بهتر باشه یه بار دیگه باهاش صحبت کنید. پلیس دوباره میاد خونه اریک و خیلی دوستانه دور میز میشینن و شروع میکنن آروم آروم باهاش صحبت کردن و دوباره از اون قضیه ازش میپرسن. وقتی ازش میپرسن و اون میبینه که دورش کردن، دوباره دارن همش ازش سوال جواب میکنن، دوباره عصبی میشه و میگه من اون آدمی نیستم که یکی رو بکشم و آزار جنسی بدم، اونم یه بچه رو. و پلیس میدونید اینجا به چی پی برد؟ هیچ احدی از این قضیه خبر نداشت که دریک، کسی که چند روز پیش کشته شده، آزار جنسی دیده. اما خب اریک کسی بود که جزئیات این قضیه رو میدونست. پلیس این دفعه واقعا شک کردن، اما نه به اریک. اونا با خودشون فکر کردن که اوکی، از دو حالت خارج نیست، یا اریک صحنه جرم رو دیده و خب رفته اونجا و دیده که چه اتفاقی افتاده و نمیخواد بگه. دوم این که اون حین قتل اونجا بوده، یعنی وقتی که یکی داشته دریکو شکنجه میکرده اون رو سرشون بوده و دزدکی دیده و الان میترسه بگه، یعنی اصلا به خود اریک شک نمیکردن. خلاصه که اون دفعه هم پلیس اینا رو ترک کردن و اجازه دادن به اریک که یه خورده بیشتر با خودش فکر کنه و یه خورده زمان بگذره. اونا فکر کردن که اگه یه خورده بگذره اریک حتما به زبون میاد و الان ممکنه توی شوک باشه که نگه. اما تامی دقیقاً مثل پلیس فکر میکرد. اون اومد کل خانواده رو بعد از چند روز جمع کرد و گفتش که ببینید من دارم فکر میکنم که اریک چیزی از این پرونده میدونه اما نمیگه، میترسه. و خانواده میشینن فکر میکنن و کل رفتارهای اریک رو آنالیز میکنن. مادر اریک همون تامی برمیگرده میگه که اریک چند روز پیش از من پرسیده که مامان به نظرت اگه یه بچه یکی رو بکشه دادگاه باش چیکار میکنه؟ اون میگفت من میترسم که اریک کاری کرده باشه. و خب وقتی که خانواده یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ اریک اینو شنیدن گفتن که ببین باید با اریک صحبت کنیم، این دفعه خیلی جدی تر از پلیس. اونا دور هم جمع میشن توی یه مهمونی. تد، تامی و پدر بزرگ مادر بزرگ اریک جمع میشن و به اریک میگن که ببین پسرم تو باید توضیح بدی راجع به اینکه اون روز چه اتفاقی افتاده. اونقدر بهش فشار میارن و اونقدر بهش میگن که این قضیه رو با هم حل میکنیم و یه ذره محبت بهش میکنن. این کارشون واقعا بد بوده که تمام عمرش بهش محبت نکردن، اما اون موقعی که میخواستن پی ببرن که چیکار کرده واقعا بهش محبت کردن و این محبته جواب داد. اریک برگشت به مامانش گفتش که مامان میدونی چیه، من واقعا متاسفم، من نمیخواستم اون کارو انجام بدم، به خدا دست خودم نبود ولی من اون کارو کردم. خانواده بعد از اینکه اینو شنیدن باورشون نمیشد و همه اینطوری شوکه شده بودن و هیچی نمیگفتن. یک لحظه همه سکوت کردن و فقط اریک داشت صحبت میکرد و میگفت من این کارو کردم، من اونو اونجوری کشتم و اون چوبو توش فرو کردم. خانواده وقتی تمام اینا رو شنیدن بعد از چند دقیقه که تامی کلا از هوش رفته بود، اینقدر شوکه شده بود، اون که به هوش اومد پدر تامی یعنی پدر بزرگ اریک کلانتر سابق بود، یعنی کلانتری بود که الان بازنشست شده بود. سریع به پلیس زنگ زد و گفتش که میخوایم با دادستانی صحبت کنیم و راجع به اون پرونده یه چیزایی داریم که بگیم. خلاصه طبق فیلمایی که دارید میبینید اریکو میبرن کلانتری. اریک برای دومین بار تو زندگیش دید که داره بهش توجه میشه. اولین بار وقتی بود که پلیس ازش میپرسید و میخواست که کمکش کنه و حس میکرد که خب با یکی داره دوستانه کارشو انجام میده. و این دومین باری بود که این احساسو داشت، چون همه منتظر بودن که ببینن اریک چی میگه، ازش سوال میپرسیدن، اسمشو میبردن. به خاطر همین اریک واقعا خوشحال بود، میدونی، با اینکه میدونست خب هر آن ممکنه زندگیش کلا نابود بشه، ولی خوشحال بود که برای چند ساعت همه دارن بهش اهمیت میدن و همه میخ کوب حرفای یه بچه 13 ساله شده بودن که داشت از شکنجه جنسی صحبت میکرد و اینکه چطور یه بچه دیگر رو کشته. اما میرسیم به هیجان انگیزترین بخش پرونده. بعد از اعترافات اریک مستقیما به ندامتگاه کودکان منتقل شد و 1 سال اونجا موند و تو سن 14 سالگی وقتی اومد بیرون دادگاه براش تشکیل دادن که یه خورده خب سنش بالاتر اومده بود. تمام رسانه‌ها منتظر وارد شدن اریک به دادگاه بودن و بهش لقب قاتل ککمکی رو داده بودن. اریک میدونیم که افسردگی خیلی شدید داشت، اما تیم دفاعی اریک اینطوری ازش دفاع میکردن و میگفتن که اون افسردگی شدید داره و به سیگار معتاده آقای قاضی. و خب این اولین باری بود که من میشنیدم توی یه دادگاه بگی مجرم به سیگار اعتیاد. خب اعتیاد نداره به ما چه؟ خب که چی؟ که اعتیاد داره که چی میخواست نداشته باشه. علاوه بر اینا اونو اضافه کردن که اریک اختلال روانی داره.
بهترین جای پرونده، جایی که مشخص میشه که شاید تا الان فکر کنید که خب اریک 100% چون حیوان آزار بوده اسکیزوفرنی داشته، چه میدونم سادیسمی بوده یا چیزای دیگه، اما اینطور نیست. دادگاه هم اینطوری حدس میزدن، میگفتن خب 100% این بچه اختلال روانی داشته که این کار رو کرده، اما اینطور نبود. چندین روانپزشک چندین ماه روش کار کردن، روش تحقیق کردن و آزمایش کردن و متوجه شدن که اریک هیچ گونه مشکل روانی نداره، به جز اینکه توی بچگیش خب خیلی اذیت شده، افسردگی داشته، اما تمام چیزایی که بوده مربوط به اختلال روانی نمیشده. نمیدونم این تا چه حد درسته، شاید هم اونا اشتباه میکردن، اما خب چیزی بود که توی دادگاه ثابت شد. دادگاه که تشکیل شد، خب قاعدتا تمام خانواده دریک هم توی دادگاه حضور داشتن و میدونید اریک با چه لباسی رفت دادگاه؟ با لباسی که فکر میکنم مربوط به کارتونی شیطان تاسمانی یه همچین چیزی فکر میکنم بود. و خب شاید بگید خب این چه ایرادی داره، اون یه بچه است که یه تیشرت پوشیده، اما این کارتونی در واقع این تیشرت دقیقا شبیه همون تیشرتی بود که دریک وقتی که کشته شد تنش بود. اونم دقیقا عاشق فن این کارتونی بود و نمیدونم دقیقا چرا اریک با این تیشرت جلوی پدر مادر دریک ظاهر شد، اما خیلی غم انگیز بود. اما در مرحله آخر میرسیم به جایی که خب ببینیم سرنوشت اریک چی میشه. اریک به جرم قتل درجه دوم محکوم میشه، و به 9 سال حبس محکوم میشه، اما 9 سال حبس تا ابد. یعنی اینکه 9 سال میگیره. خب بعد از اینکه 9 سالش تموم شد، دادگاه بازم تشخیص میده که آیا میتونه بیاد بیرون یا نمیتونه بیاد بیرون. اون تا سن 21 سالگی تو زندان نوجوانان موند و تو سال 2004 24 ساله شد و بعد از 11 سال برای آزادی مشروط درخواست داد. اما چون برگشت به قاضی گفتش که من از اون کارم پشیمون نیستم و اگه آزاد می بودم قاتل سریالی می شدم و خیلی پر روی کرد، قاضی بهش بازم حکم داد و اون هر 2 سال یه بار درخواست آزادی مشروط میداد و قاضی رد میزد. یعنی بدون اینکه پروندهش رو نگاه کنه رد میزد. تا همین چند سال پیش هم بازم داشت درخواست آزادی مشروط میداد که بیاد بیرون، اما قاضی همش داره رد میزنه روی پروندهش. اما میدونید از نظر من اریک واقعا خودش هم قربانی بود، قربانی آدمایی که قاتل نبودن اما روحشو و قلبشو نابود کردن و هر کسی یه کششی داره و واقعا برای روح اون بچه از خدا آرامش میخوام و مخصوصا برای پدر مادرش هم همینطور. این پرونده هم بسته شد و خب میدونید پرونده خیلی ناراحت کننده ای بود و اون قسمتی که اون همه شوق و ذوق دریک یه دفعه خاموش شد توسط یه بچه دیگه و حتی اون قسمتایی که اریک داشت توی بچگی زجر میکشید. کلا پرونده ناراحت کننده ای بود، اما شما ناراحت نباشید و امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. خیلی مراقب خودتون باشید. کلی دوستتون دارم. منتظر پرونده های جدید باشید و یادتون باشه که از آدم سمی دوری کنید و برای کسی آدم سمی نباشید. خدا نگهدار.